سلام، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. به یک دیگه از ویدیوهای من خیلی خوش اومدین. امروز قراره که الهه بیاد، جای همتون خالی، کاش صحرایینام اینجا بودن که هممون دور هم جمع بودیم. خلاصه دیگه نیستن، انشالله که هر کجا هستن حال دلشون عالی باشه. بعد گفتم که فرصت هست امروزم بتونم براتون یه ولاگ عالی بگیرم. از دوستایی که تازه وارد کانال ما شدن ازشون تشکر کنم و از دوستایی که واقعا با کامنت های زیباشون لطف میکنن، محبت میکنن، تشکر میکنم. واقعا به همون انرژی میدین که این کار رو ادامه بدیم. ممنونم از همتون، خیلی دوستتون دارم. واقعا هر کجای دنیا هستین حال دلتون عالی باشه، کنار عزیزانتون شاد و خرم باشین و مرسی که تا آخر ویدیو با من هستین و منو همراهی میکنین. لطفا کانالمو با دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی از شما ممنونم. خب برای خاگینه گل مواد لازم: یک کره 50 گرمی لازم داریم، یک پیمانه آرد سفید، نمک، بیکینگ پودر، یک عدد تخم مرغ و یک پیمانه شیر. میرم کره رو ذوب کنم، بعد بیاییم مراحل بعدی کار رو انجام بدیم با هم. خب حالا تخم مرغ رو میزنم، شیر رو اضافه میکنم. یه کمی از یه پیمانه بیشتر بود دیگه اضافه نکردم. بعد یه کمی نمک، خیلی کم. حالا اینا رو قاطی میکنم. یه قاشق چایخوری هم بیکینگ پودر، کره آب شده. خب برای اینکه آرد بازم میخواد من یه کمی هم بازم بیکینگ پودر به آرد اضافه میکنم، کمتر از قبلی. دوربینی بیارم این بر. کمی هم آرد میارم تا خمیر رو جمع کنم. خب یه مشم با فریزر برداریم، بعد یه کمی روغن مایع بهش اضافه کنید کاملا روغنی بشه. بعد خمیری که باید درست میشد به این شکل باید نرم و لطیف باشه. میذارم تو مشنبا، درشو محکم میبندم، میذارم یخچال. نیم ساعت باید بمونه این خمیر. خب برای اینکه شهد ما زود آماده بشه، خنک بشه، من نیم ساعت که خمیر رفت به یخچال میخوام الان شهد رو درست کنم. یک لیوان شکر، نصف لیوانم آب، یک کمی گلاب، بعد یک کمی زعفران، چند تا دونه هم هل میخوام بهش بریزم. خب شهدم کم کم داره آماده میشه. میخوام یه زنم لیمو به این بزنم، نم از این. خب
خمیر رو میخوام یه کمی هم باز کنم، باید نازک باشه که شهد بتونه قشنگ به خوردشون بره. خب این سایز بزرگشه، اینا رو بازم برمیدارم. اگه دوست داشتین که رنگش طلایی تر بشه، البته سرخ شدنی طلایی میشه، شهدم زعفران داره. اگه دوست دارین که خیلی طلایی باشه میتونید به خمیرتون زعفرانم اضافه کنید. با انگشتتون هم میتونید این کار رو بکنید رو ته این قاشق، اینطوری برعکسش اینطوری میذاریم سطح این نمازی. حتما انگشتتون رو خیس کنید وقتی که اینا رو میخواین بزنی رو هم دیگه، اینطوری فشار بدی. هم ضخامت خمیر رو بهتون نشون بدم. جدالله تاب شد. همینطور که میبینی 3 طبقه شد، 3 لایه گل. الان میبریم با هم سرخشون کنیم. خب روغن رو از قبل داغش کردم، الان میخوام بریزم توی این مرحله. اینطوری فشار بدی که باز نشه. گلا رو آماده میکنی، زیرش حتما آرد باشه چون میچسبه. انصافا خوشگل شده. خب شهدمونم آماده است. من میخوام نه که کاملا سرخ شدن بریزم تو شهد. کمی بمونه بعد برش داریم. روش رو با گل سرخ و خلال پسته با بادام میتونی تزیین کنی. خب تمام شد. همه خمیرا رو تمام کردم. اینا رو هم که میبینین
یه لا هستن به شکل گل، یه لایم خوشگل در میاد. اگه دوست داشتین به این شکلم میتونین در بیارین. حالا فقط میخوام به تردی این خاگینه ها نگاه کنین. تا حالا هرچی خاگینه درست کردیم همش واقعا هیچه. اینا خیلی خوشمزه هستن، کاملا مغز پخت شده مثل بامیه. خب یه کمی هم با خلال بادام، خلال پسته هم داشتی خیلی خوب میشه. خب الهینا اومدن. سلام. آخه عزیزم فدات بشم من. قربونی نمزوستم. احسان آنه احسان geldi. احسان çok مردی. مرسی تو خوشم. Rafilere gazayı geldi. Hoşsan Ha dedim benim mamam dedi. سلام. Tutmasın. امیدوارم که حالتون خیلی خوب آره. باشه. شروع کردی الهه دختر نازم فدات بشم. جای زهراینا هم آره خالیه، واقعا، جای جاتون احسان خالی. هم خالیه. ایشالله سری بعد ایشالله. هممون جمع ایشالله. جز لعناکم. نظرسون. مرسی قربونه. مامان خانوم دستت درد نکنه، حسابی افتادی تو زحمت. بوشک کل ساختمون رو برداشته بود. فدات بشم من. اگه ترش دوست داشتین میتونین کنارش آلوچه هم بذارین. آره آلو بخارا نه؟ بله. نه. این برا به. برای عیدشون هم فسنجون گذاشتم. جدا؟ وای عزیزم مرسی. به 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 به. دستت درد نکنه. همونا میخوردیم دیگه بابا. نه دیگه بابا فسنجون دوست نداره، برای خودمون مرسی. فسنجون گذاشتم. جای زهراینا هم خالی. بله. کلا فسنجون ترشه، جای احسان ترشه؟ آره. جدا؟ آره. دیگه روبایی که مامان احسان داده بود همشون ترشن. شکر نریختی اصلا؟ چرا نبات ریختم. انشالله که مرسی. دست درد نکنه. قربونه نمن است. خب اینم از کته خوشمزه. میایی دونجاندا بداسو سالات جات مانزنا سالات خواهی یه سینی بیارم. آره نه دیگه همینجا میگم. خب بفرمایید سر میز. بفرمایید خانم بفرمایید. حالا این نهار شد یا شام شد؟ نهاره یا شام؟ خانم یه چیز بپرسم راستشو بگو، این مال منه یا مال اله هست؟ راستشو بگو. این مهمانی. آره الهه. آره دیگه میدونم دیگه. گفتی راستشو بگو. میدونم دیگه. شما هر روز مهمونین دیگه. عجب من بودم یه سوپ میذاشتیم میگفت بپوش. واقعا این
مردا چرا این همه این همه نداره خانم. این همه. ناشکری میکنن؟ خب یه وعده مرسی. صبحانه رو یه دونه بربری با تخم مرغ آبپز خورده. یه بربری چیه خانم؟ حسین زاده چند تا بربری میخوره؟ یه بربری شما چیه؟ حسین زاده هستی. خب باید بخورم بشم. بعد باورتون نمیشه روزی 10 تا خرما میخوره. شاید چند هم تا؟ بیشتر، به خدا چند تا؟ الهه. 10 تا. بعد توت و فندقم گذاشتم اونجا، صبح پا شدم دیدم نیست. قشنگ خورده میخوردی رفته. شب منو خواب میدادی میخوردی. نه نمیگم که تو خوردی من نه، منظورم اینه که میگیش اگه من بودم فقط یه صبح میذاشتی. دروغ خیلی نگو. گشتمه. آن جون یه چیزی منتظر گفتم دیگه. نمیمونم. باید قدرشناس باشی عزیز. مرسی. مرسی که هستی. مرسی. منم تازگی ها نمیدونم از باد صورتم مشخصه یا نه. رژیم گرفتی آره؟ آره میرم دکتر رژیم، انشالله که برنامه‌شو براتون میذارم. عرض یک هفته 2 کیلو کم کردم. پس بده من بخورم. نه من فقط شامم این سوپ است. فقط اینه. میدونی اصلا خورش نه، فقط خورش بخور، برنج آخه نخور. واسه شام نه، واسه نهار چرا خورش دارم، ولی واسه شام دیگه این واسه من ساعت الان 6، هم شامه هم نهار. خب بخوریم مزهشو بگیم ببینیم که چطوریه. کاش احسانم اینجا بود، زهرا و محمدم اینجا بودن. اشکال نداره، من به جای همتون میخورم. خوب کردی اومدی. یا هی زنگ میزد میگفت ماما بیام، منم گفتم کار داری، نه واسه چند روز برای چی بیایی. حالا میبینم که واقعا خونمون روشن شده، حال خونمون یه جوری شده، حال دل ما خوب شد. بعد هی زنگ زدم مامان بیام. میخوای بیا. من میدونستم دلش میخواد بیام ولی نمیتونه بگه. واقعا خوب کاری کردی اومدی. من به بابا میگفتم ما بریم 2 روز، میگفتم بیان، بعد گفت نه دیگه تازه اومدیم و عید تازه. چند ماه پیش اومدی بگم تا 1 سال بگین تازه اومدیم اومدیم. تهران. 1 سال تازه است. سوپ بده پیش اومده. جذاب سخی من. نوش‌زازوزه. عالی. عالی مثل همیشه عالی. نوش جون. خب اعزای دلم، مرسی که تا آخر این ویدیو با ما بودی. مرسی از نگاه های زیباتون. بله. بعد امیدوارم که شما هم کنار عزیزانتون حال دلتون عالی باشه. انشالله. بعد منتظر بلاک های خفن مامان باشید چون من اینجام. آره همین دیگه، ایشالله مواظب خودتون باشید. شما رو به خدا میسپاریم. خداحافظ. بای بای. نوبتی هم که باشه نوبت الی. بله. موز با ژله رنده شده. واو. مامان جان شما هم که رژیمی، همینطور که میبینید احسنت به این اراده. برا من پیاله نیاورده که تا من اینجام نمیذارم رژیمو بشکنی. منم اصلا لب بهش نمیزنم. ما تعریف میکنیم، میخوایم تعریف میکنیم. آره مزهش چطوری آقا بهرام؟ از خاگینم خوردی؟ خاگینه واقعا خوشمزه بود ها، اون دیگه اصلا. نوش جونت. بعد بگو که اینا برا منه یا مهمونت؟ به اسم مهمونه، به نام مهمون به کام شما. اون شوخی بود. آره شوخی بود. آره شوخی بود. مرسی. نوش جان.